زندگی نامه لیونل مسی رو شما به این ویدیو میبینین. سعی کنین اینجا فکر کنم میبرنش دکتر، چون قدش بچا از این قد که هست بالا نمیشه. دکترها میگه فامیلی یک چیز بسیار خطرناک است و اینا در چند دانه باشگاه فامیلی میبرن. بالاخره برادر بارسلونا میگه کل خرج و کپ سخنت گردن ما، بیا بچه فامیلی در کلب ما یا در تیم ما بازی. شما سعی کنین این ویدیو را، واقعا مسی ناامید نشد، سعی کرد، تلاش کرد، به اینجا رسید و بهترین بازیکن دنیا شد. شما سعی کنین ویدیو را، بعد از این پیشکاری ها میزد تا قدش فامیلی بلند شد. یک زندگی نامه مسی هم لوکس جور کردن دیگه، 0 تا 100 جانم هسته. اینجا فامیلی پدرش هم از سر کار فامیلی اخراج میشه، بیکار میشه، اندیوال حیران میمونن که چیکار کنن. اینجا است که دیگه باید دنبال یک کلب بگردن یا یک اسپانسر به خاطر مسی، که فامیلی این کارم برای مسی کی میکنه؟ بارسلونا. سعی کنین. خب او چقدر کلام شد خدایارش. این که هست دیگه مربی تیم است، 13 سالش هست مسی، ولی قدش یک سعی میکنه میگه 7 سالش هست. جانم هستی کی فکرش میکرد که کینگ فامیلی به اینجا برسه؟ جانم هستی کلگی مسخرهش میکنن در تیم، چون قدش خورد بوده. سعی کنیم ولی فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه.